ساقیا برخیز درد جام را، ساقیا برخیز درد جام را، خاک بر سر کو غم ایام را، خاک بر سر کو غم ایام را. ساغری می در کفم نه تازی بر، ساغری می در کفم نه تازی بر. برکشم این دلقی از رقام را، برکشم این دلقی از رقام را. گرچه بدنامیست نزدی آکیلان، ما نمیخواهیم ننگ و نام را. گرچه بدنامیست نزدی عاقلان، ما نمیخواهیم ننگ و نام را. گرچه بدنامیست نزدی عاقلان، ما نمیخواهیم ننگ و نام را، ما نمیخواهیم ننگ و نام را. دودی آهی سینه‌ای سوزان من، دودی آهی سینه‌ای سوزان من. سوختین افسردگانی خام را، سوختین افسردگانی خام را. با دل آرام مرا خاطر خوش است، با دل آرام مرا خاطر خوش است. کز دلم یک بار برد آرام را، کز دلم یک بار برد آرام را. صبر کن حافظ به سختی روز شب، صبر کن حافظ به سختی روز شب. عاقبت روز بیابی کام را، عاقبت روز بیابی کام را، عاقبت روز بیابی کام را. آفرین، سلامت باشید. بسیار تشکر. بیننده های عزیز، درود شامگاهی نثارتان برنامه فضا هست، چون هر وقت مهمان خاندان شما. خب دوستان عزیز، حضور دارند دیرکتور خانه فرهنگ ناحیه تاجیک‌آباد سلام‌الدین کابلی، شما را خیر مقدم میگوییم. و همچنین در کنار ما نشسته است مهرآور مسجوعی شاعر جوان. شما نیز خوش آمدید برادر عزیز به برنامه فضای تلویزیونی سفینه رامشگران. شما را هم خوش آمدید میگویم. بسیار تشکر. خب دوستان عزیز، اکای سلام‌الدین فرزند هنرمند خلقی تاجیکستان شادروان استاد ابراهیم کابلی هستند که واقعا پدرشون در جاده صنعت، در رشد صنعت واقعا قدیمه ملت تاجیک زحمت‌های زیاد کشیدند و امروز ایشان پیرو پدر هستند. خب از سرودهای پدر، از ایجاد پدر قرائت میکنید، میخونید، چگونه است؟ من گفتم به مورد است که ما در همان اسلوبی که ثبت اسلوبی که پدر داشت در همان هنرنمایی کردیم تا امروز آمدیم و امروز هم همون دستگلی که برای بینندگان عزیز تلویزیون سفینه و تمام مردم تاجیکستان آوردیم. از سرودهای و از آهنگهای استاد ابراهیم کابلی پدر بزرگوارم آوردن.
بسیار خوب. پدر چی میگفتند وقتی که جاده سند رو انتخاب کردید، پیروی پدر شدید؟ البته هر یک پدر در دل یک آرزوی دارد، میخواهد که فرزندش در یک راه نیک، در یک راه خوب رود و دویمو تلقین میکردند که اگر صنعتکار شوید، صنعتکاری اصیل شوید، بله. صنعتکاری خوبی شوید که شما رو مردم احترام گوش کنند، بله. احترام کنند. بله. بسیار خوب. در ایجادیات خود شما چگونه سرودها گنجایش دارد؟ از ایجادی که بیشتر کوشش میکنید که سرود آماده بسازید، آهنگ آماده بسازید؟ در اون چیزی که من در ریپرتوار خودم جا کردگی هستم، اکنون خیلی که بر وقت قید کردیم، در همان راه رویشی که پدر میرفت دوام دهنده همان راه و رویش هستم، لیکن در برابر اون که همان سرودها و آهنگهایی که پدرم ایجاد کرده بود و بودن سرودها و آهنگهایی بودن که آنها رو ایجاد کرده بود، پیشکشی تماشابینان ناشده نبودند. میخواهم همین را با سامعان، با شنوندگان رسانم و این چنین در همین راه و اصولی پدرم، یعنی استیل میگن، در همین استیلی پدرم ایجاد میکنم. همون مکتبی استاد ابراهیم کابلی رو ادامه داده است. بسیار خوب. صحتمند باشید. بسیار تشکر. خب مهرآور، یک کمک حرف بزنید که ایجادیات شما کدام موضوع را در بر میگیرد؟ بیشتر همچون شاعر در وصف چی شعر قرائت میکنید؟ کدام موضوع را انتخاب میکنید؟ البته هر یک شاعر و عموما برای نه تنها برای شاعر، برای هر یک انسان، هر یک فردی مثلا تاجیکستان مهمترین چیز این صلح است، وحدت است، استقلالیت است. و ما نیز بیشتر در موضوع وطن، در موضوع مثلا استقلالیت، در موضوع تمام مقدسات ملی شعر میگوییم. این چنین در موضوع عشق، عموما در تمامی موضوعهایی که عموما برای مردم امروزی ما ضرور است، ما شعر میگوییم. اینجا یک شعر استقلالیت دارم: شکر وحدت، شکر وحدت، شکر صلح و شکر استقلال ما، همچو خورشید درخشان چهره خوشحال ما. سال نصرت، سال شادی، سال بخت تاجیکان، هموطن باد و مبارک شادی 30 سال ما. ملت دارای فرهنگ بلند ما بهار، باشد این فرخندگی پاینده در هر سال ما. با تلاشت روی دنیا تاجیکستان را شناخت، تا ابد پاینده باد و پیش و اقبال ما. در هوای جشن استقلال خرسندی کنیم، شادمانی آمده از بحر استقبال ما. بار دیگر از دل و جان جمله گویم این کلام: شکر وحدت، شکر صلح و شکر استقلال ما. تشکر. بسیار خوب. واقعا باید همیشه آیت شکرانه بر لب داشته باشیم از استقلالیت و از آبادی این سرزمین، زیرا که در وطن جان و جان ما آبادی است، در وطن جان و جان ما آزادی است و ما امروز آزادانه میتوانیم سیر و گشت کنیم، صحبت کنیم، دیدار بینی کنیم که واقعا بهترین نعمت است و به قدر این رسیدن رسالت فرزندی است. تشکر. خب در ذهنتون بیشتر کدام موضوع را دوست می‌دارید که به هنگام میتوانید در مورد شعر بگویید؟ اصلا می شود لحظه هایی که عموما شاعر بداهتا شعر میگوید. شاعر مثلا حالت می شود که اگر مثلا یک روحیه سالم داشته باشد میتواند شعر بگوید، اما اگر روحیه مثلا شکسته داشته باشد میشه در یک موردی که عموما شعر گفتن نمیتونه. شعر کی وقتی که خواهد میبیاید، کی وقتی خواهد میرود. اصلا شعر از اون نمیپرسد. بله. خب یعنی هدیه آسمانی است کلام تازه. خب تشکر. پس برای اونایی که بیننده های ما دیل نکنند، سرود دوم رو اکوی سلام الدین هدیه میسازد، بعدا همین گونه صحبت رو ادامه میدهیم.
خلوت میروند آن کار دیگر میکنند مشکل دارم زی دانش مندی مجلس باز پرس مشکل دارم زی دانش مندی مجلس باز پرس توبه فرمایان چرا خود توبه کم تر میکنم توبه فرمایان چرا خود توبه کم تر میکنم آفرین، سلامت باشید. سپاس بر آموزگاران برای نوازش زیبا، برای همراهی کردن. خب استاد، امروز مدیر قصر فرهنگ ناحیه تاجیک‌آباد هستید. از فعالیت کاری کمی قصه کنید که بند چی کار هستید، پای چگونه ایجاد هستید؟ در سال سپری گردیده در بخش فرهنگ ناحیه تاجیک‌آباد خیلی پیشروی های نظر است بودند، چنانچه در همه اون چاره‌بینی هایی که در دوام سال جاری شده گذشتند، بخش فرهنگی ناحیه
بسیار با یک برنامه‌های رنگین کنسرتی هنری برآمد کردند و خاطر تماشابینان را شاد گردانیدند. خوشبختانه در اندلیب که امسال شده گذشت، در اندلیب یکی از جایهای نمایان و افتخاری را در بین همقدر شهر ناحیه‌های جمهوری سزاوار گردیدند. این چنین در دیگر بسیار چهاره‌بینی‌های سطح جمهوریوی، سطح ناحیوی خیلی خوب و خیلی خوب برآمد کرده با فرهنگ صنعت خود در همان گوشه دوردست دیار سیاست فرهنگی کشور عزیز را پیش بردند و چنانه که گفتیم با خیلی خیلی موفقیت ها نایل گردیدند. بسیار خوب. نسل جوان، نفرانی که مثلا در دانشکده صنعت و فرهنگ تحصیل میکنند، از منطقه رشت هستند، از ناحیه تاجیک‌آباد هستند، در کنسرواتوریا تحصیل میکنند، به بخش فرهنگ راه میابند برای کار کردن. البته در بخش فرهنگ برای تمام آنهایی که در همین جاده در همین سمت رفته است، در فرهنگ برای آنها گشوده است و خوشبختانه سالهای آخر، یک دو سه سال آخر شد که توانستیم که یک چند جوانان را به دانشکده صنعت روانه کردیم. نوکک امسال 2 نفرشون تمام کردن و 3 نفر دیگر تحصیل کرده ایستادند و انمی سال 2021 2 نفر رو به دانشکده صنعت توانستیم که با شعبه‌های گوناگون دانشکده صنعت روانه کنیم و آنها حاضران تحصیل کرده ایستادند. بسیار خوب، تشکر. خب مهرآور یک کتاب دارید با نام سعادت از ارادت. این مجموعه تون کی روی چاپ آمد، چگونه روی چاپ آمد و در مجموعه شما مصرع‌هایی که نشر گردیده است، شعرهایی که نشر گردیده است در کدام موضوع هستند؟ باید قید کنم که این دومین مجموعه اشعار من است و پیش از این من کتاب با نام شبیه شرق انتشار داده بودم. در کتاب اصلا موضوعهای گوناگون، موضوعهای اجتماعی، موضوع عشق، چخیلی که گفتیم وصف تاجیکستان و دیگر نمودی موضوعها را در بر میگیره. اشتراکچی آزمون فروغ صبح دانایی هم هستید؟ بله بله. در کدام نامیناسیون؟ در نامیناسیون شاعری اشتراک کردم. در دور ناحیوی ولایتی چگونه شد؟ دور ناحیوی اشتراک کردم، در اونجا سزاوار جای اول گشتم و در دور ولایتی اشتراک کردم و سزاوار جای سیوم گشتم. بسیار خوب. پس آماده هستید باز چند مصرع دیگر از ایجاد خود بخونید؟ باشد. من به دیدار تو هر چند که دیر آمدم، من به دیدار تو هر چند که دیر آمدم، بین مثلگونه که دیر آمده شعر آمدم. وطنم عالم عشق است خودت میدانی، که در آینه چشمی تو سفیر آمدم. در جوانی هوس از موی سیاه هم نبودد، این چه فال است پذیرایی که پیر آمدم. من که محتاج بودم مهر تو را میفهمم، سایلی خسته دلم پیشی وزیر آمدم. بوسه از روی تو میخواهم و میشرمم از این، بوسه از روی تو میخواهم و میشرمم از این. همچون یک گشنه میگفت که سیر آمدم. حلقه موی تو معنی است که اندیشه کنم، من که پابند ایمایم چه مسیر آمدم. بسیار خوب، تشکر مهرآور مستشاهی. خیلی زیبا تصویر کردید و گمان میکنم که اکای سلام الدین هم پس از برنامه با شما همکاری را شروع میکند و از ایجاد شما ترانه میسر آید. بله. البته میخواهم باز چند سخن دیگر در مورد دستگیری های مثلا مقامات اجرایی حکومتتان حرف بزنید، در ناحیه که برای مثلا نشر مجموعه های شما چگونه کمک میرسونند و شما چگونه در محفل ها اشتراک میکنید؟ البته از طرف مقامات اجرایی حکومتی ناحیه بگویم و ولایت، من خودم یک طی 4 سال این جانب در شهر خوجند زندگی میکنم، همونجا کار فعالیت میکنم و هم این کتاب با دستگیری نشریات ادیب مخصوصا به دستگیری استاد دولت سفر انتشار شده است، کتابی سعادت از اراده. بسیار بهترین، بسیار تشکر. بیاید باز چند مصرع دیگر از ایجاداتتان بخونید، از استاد یک سوال دیگر میپرسیم، بعدا میگذاریم به انجام برنامه. باشه. لبخند خوشت چراغ بومم میشه،
لبخند خوشت چراغ بومم میشد، نامت چو گرم عسل به کومم میشد. روی تو مثال کلچه نوکنده، چشمان تو را ستاره گومم میشد. مفتون دو چشم پرخمار تو شدم، مجنون دلی پر از شرار تو شدم. گل پیرهنا کشارخی نوروزی، محتاج تبسمی بهار تو شدم. لبخنده لبهای خوشت غمسوز است، حرفی تو برای من ادب آموز است. گلغنچه زیبای بهار آغوشم، هر روز که بینمت مرا نوروز است. بسیار خوب، بسیار تشکر. و گمان میکنم که روبایات ها با یک لهجه کوهستانی است. بله البته. بسیار خوب و شیوا هستند. بسیار تشکر. خب استاد، از نقشه ها و تدبیرهای در پیش ایستاده تان حرف بزنید، همچون مدیر خانه فرهنگی ناحیه تاجیک‌آباد، و در مورد تربیت نسل جوان حرف بزنید که در پیش چی نقشه دارید و چگونه میخواهید نسل جوان هنردوست را تربیت بسازید تا در رشد و انکشاف صنعت، فرهنگ سهمگذار باشند. بله، البته هر یک آدم، هر یک شخص در جمعیت همون تمنای آن را دارد که بعد از سریختم یک چیزی به آینده ها به یادگار گذارم، یا که یک هیچ نباشد یک شاگردی را تربیت کرده برای آینده برای مردم مانم. خیلی ما هم حرکت کردیم، چنانه که گفتیم تا یک 4-5 سال اخیر من یک 4 از 5 تا جوانان تربیت کردیم. خیلی صداهای خوب دارن. از همون دوره آزمون هایی که در ناحیه شده میگذشت، بعضی همون استعدادها رو که بسیار یک آوازی خشی دارند، آوازی خوب دارند، همونا را دعوت کردیم، با آنها مصلحت کردیم، آنها رو با آوازشون و بعد هنرشون کمک سیقل دادیم، آنها رو توانستیم که به دانشکده صنعت داخل نماییم. آنها داخل شدن، یک تا دو کس شد، خیلی بر وقتر گفتیم الکی آنها ختم کردن و باقی مانده آنها یک دو سه کسی دیگرشون خوانده ایستادن. البته بعد خواندن و تمام کردن آنها همون خیلی که بر وقتر گفتیم خانه فرهنگ درش برای آنها باز است و در همین جهت اومده کار میکنن. اکنون نقشه گفتید، از نقشه ها همین یک نقشه و بعد یک وای داریم که همین مکتب هنری استاد ابراهیم کابلی را در ناحیه، نه فقط در یک ناحیه بلکه در همون وادی رشت جانا کنیم، جاری کنیم تا که همین سبک و اسلوب از بین نرود. بله، بسیار تشکر. و بگمان به حقیقت گفته میتوانم که سبک و اسلوب و نام و ترانه های سراده استاد ابراهیم کابلی از خاطرها زدوده نخواهد شد، چون که واقعا همیشان هرگز ساده و سبک نسراییدند. همیشه وزن بلند، همیشه شعری با معنی، همیشه از ایجاد بزرگان خواندند و واقعا همگی به نیکی یادشان میکنن. یادشان بخیر بود. خب من سپاس میگویم با چنین پدری که مثل شما برای فرزند را تربیت نموده است و امروز ادامه دهنده راه هنری پدر هستید و سهم میگذارید در آبادی این سرزمین اجدادی، در آبادی این دیار زیبا منظر. مهرآور مسجاهی چند مصرع دیگر قرائت میکنید، بعدا سرود انجامی را استاد میخواند و خیر خوش میکنید. دیر است پیامی دیگریم ننوشتی، دیر است پیامی دیگریم ننوشتی، این است مگر دعوی پاکیزه سرشتی. این گریه فرو ریخت دیگر روحیم را، چون شدت بارون که برد خانه خشتی. از روی تو امکان گزیدن نفتادم، از روی تو امکان گزیدن نفتادم، یعنی که بود روی تو خرمای بهشتی. دعوای من از عشق فقط عهد وفا بود، شاید نبودم با خبر از خوبه و زشتی. هرچند که در دیده ما خوب نشستی، اما سر اندیشه ما هیچ نشستی. سلامت باشید. تشکر. من بار دیگر شما را به تلویزیون سفینه و برنامه فضا خوش آمدید میگویم. صحتمند و سرفراز باشید. و بیننده های عزیز به شما سپاس میگویم برای ما رو تماشا کردنتون، با تمنای آنه که همیشه زندگی خوب و خوش و با عزت و با اکرام نصیب این ملت سرفراز و
این ملت با افتخار باشد. ما به انجام برنامه این شامینه فضا رسیدیم. تمنا میکنیم خاندانتان پر از نور و روشنایی و ضیا باشد. هموطنان عزیز، با شنیدن ترانه‌ای که در انجام برنامه از جانب سلام الدین کابلی صدا می‌دهد با شما خیر میگه. مرحمت. که چیست دولت دیدار یار دیدن، دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن. در کوی او گدایی بر خسروی کشیدن، در کوی او گدایی بر خسروی کشیدن. از جان طمع بریدن آسان بود ملکین، از جان طمع بریدن آسان بود ملکین. از دوستانی جانی مشکل توان بریدن، از دوستانی جانی مشکل توان بریدن. چو نسیم با گل رازی نهفته گفتن، گه چو نسیم با گل رازی نهفته گفتن. گه سیری عشق بازی از بلبلان شنیدن، گه سیری عشق بازی از بلبلان شنیدن. بیار اول زی دست مگذار، بوسیدن لب یار اول زی دست مگذار. آخر ملول کردی از دست و لب گزیدن، آخر ملول کردی از دست و لب گزیدن. فرصت شمار صحبت در این درو زمان سیر، فرصت شمار صحبت در این درو زمان سیر. چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن، چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن. گفتی برفت حافظ از یاد شاه یحیی، گفتی برفت حافظ از یاد شاه یحیی. یا رب یادش آور درویش پروریدن، یا رب یادش آور درویش پروریدن، یا رب یادش آور درویش پروریدن.